امیدوارم که همه عزیزان خوب و سلامت باشید و امروز بتونیم درباره مقاله نویسی و ساختار مقاله با هم نکاتی رو بررسی بکنیم که انشالله بتونید از این داده ها برای نوشتن های علمیتون استفاده بکنید. خب من از همین الان بحث رو شروع میکنم. فقط امیدوارم که اتفاق خاصی برای اینترنت و اینا نیفته برامون، ولی عرضم به حضورتون که انشالله تا آخر وقت بتونیم این بحث رو با هم دیگه جمعش کنیم. خب ببینید، مقاله نویسی چند تا بخش مهم داره و ما به عنوان یک کسی که یک رویکرد علمی داریم و قراره که نتایج یافته ها و پژوهش های خودمون رو در یک فرمت مشخصی در بیاریم که در جامعه روانشناسی و روانکاوی یک روش استانداردی هست، باید یه نکاتی رو به دقت و ظرافت توی این کار لحاظ بکنیم که چاپ مقالمون در مجله های معتبری که در این حوزه های روانشناسی و روانکاوی هستن تسهیل بشه و به دلیل اینکه این نکات رو ما رعایت نکردیم مقالمون رو رد نکنیم. بخش اول بحث امروز من درباره اینه که اصلا مقاله از کجا نوشته میشه و حاصل چه فرایندی. ببینید، ما مقاله رو زمانی می نویسیم که یک پژوهشی رو انجام دادیم، تمام شده، نتایج و یافته‌هاش مشخص شده، به دست اومده و بعد نتایج حاصل از اون پژوهشمون رو میایم و در قالب یک مقاله در واقع استاندارد آماده میکنیم و برای چاپ به مجله ها و به هر حال ژورنال هایی که در حوزه تخصصی ما هستن ارائه میکنیم و اونها هم بعد از اینکه فرایند چاپ طی شد مقاله رو چاپش میکنن. بنابراین مقاله نویسی اینجوری نیست که ما از اول تصمیم بگیریم که خب من میخوام یه مقاله بنویسم. نه، من میخوام یه مقاله بنویسم، قبلش اتفاقای دیگه‌ای باید افتاده باشه. یعنی ما قبل از نوشتنش باید یک پژوهشی رو بر اساس قواعد و اصول پژوهشی که در حوزه روانشناسی داریم انجام داده باشیم، نتایجمون مشخص شده باشه و مقاله گزارشی است از اون پژوهش که این گزارش باید یک شکل و فرم خاص و مشخصی داشته باشه. خب حالا ما به دلیل اینکه بحثمون خود مقاله نویسی هست دیگه، اون قسمت قبلش رو که حالا پژوهشمون باید چگونه انجام بشه، چه چیزهایی رو توش رعایت بکنیم، از چه روشهایی استفاده بکنیم، نمونه‌مون رو چجوری انتخاب کنیم، تحلیل هامون رو چجوری انجام بدیم، عبور میکنیم. اما با توجه به اینکه ساختار مقاله با ساختار پژوهش اشتراک‌های جدی داره و در واقع چون حاصل همون پژوهش رو ما می‌خوایم گزارشش رو مکتوب کنیم و اعلامش بکنیم، به هر کدوم از این بخش‌ها توی پژوهش که رسیدیم من اونجا یه توضیحات نسبتاً مفصلی میدم که شما هم در مورد انتخاب موضوع پژوهشتون، نوشتن بیان مسئله و سایر بخشایی که مربوط به مقاله هست اونجا یک اطلاعاتی رو به دست بیاریم. یک راهنمایی رو هم آماده کردم، انشالله به زودی در اختیار همه عزیزان قرار میدیم بر اساس راهنمای جامع APA ویرایش 7 و بعد اون رو انشالله به زودی در اختیار همه بچه‌ها قرار میدیم که بتونن با دقت ازش استفاده بکنن و در پژوهششون ازش بهره برداری بکنن. رعایت این دستورالعمل APA بسیار مهمه در نوشتن پژوهش، در نوشتن مقاله و رعایت کردن تمام جزئیاتش، چون
به هر حال رویکردهای علمی دقت و وسواس زیادی نسبت به این موضوع دارند و اگر اینها رعایت نشه به همین دلیل رعایت نشدن ها ممکنه حاصل یک پژوهشی که خیلی هم خوب باشه در واقع مورد تایید نباشه و اون مقاله پذیرفته نشه. این راهنما رو عرض کردم در خدمتتون در اختیار دوستان قرار خواهیم داد و خیلی هم نکات پیچیده‌ای نداره، یه سری اصولی داره که باید اونا رو حتما توی این کارمون رعایتش بکنیم. خب ما بر اساس همون موضوع و با توجه به اینکه حالا رویکرد روانکاوی و روانپویشی هست، با تمرکز روی این حوزه تخصصی و مثالهایی که در این حوزه داریم ساختار مقاله رو شروع میکنیم و بعد بر اساس اون ساختار توضیح‌های تکمیلی رو خدمتتون میدم که هم در پژوهش‌ها به کار میاد هم در نوشتن مقاله. خب ببینید، اولین قدمی که ما در هر پژوهشی برمی‌داریم انتخاب موضوع پژوهشمون هست. انتخاب عنوان یا موضوع پژوهش که بعداً مقاله ما هم عنوانش از دل همون عنوان پژوهشمون استخراج میشه، حالا یا عیناً شبیه اونه یا بخشی از متغیرهاش رو از اون انتخاب میکنیم و اون رو مینویسیم، نقش بسیار مهمی داره به دو جهت. یکی این که شاید حالا حداقل به نظر من مهمترین بخش هر پژوهشی انتخاب موضوع پژوهشه، یعنی اینکه ما انتخاب کنیم وقت، انرژی، توان و تخصصمون رو برای پرداختن به چه موضوعی میخوایم صرف کنیم و آیا اون موضوع ارزش این رو داره که من در واقع بهش بپردازم یا نه. خب ما برای اینکه موضوع پژوهشمون رو و به دنبال اون موضوع مقالمون رو انتخاب بکنیم چند تا منبع مهم یا در واقع خواستگاه مهم داریم که باید با استناد به یکی یا چند تا از اونها به سراغ انتخاب موضوع بریم. به هر حال انتخاب موضوع کار دشواریه. همه عزیزانی که به هر حال توی دانشگاه و توی مقاطع ارشد و دکترا و اینها به نقطه انتخاب موضوع پژوهش رسیدن، این حرف رو بهتر متوجه میشن که خب حالا چه موضوعی رو انتخاب کنم، رو چه موضوعی کار بکنم. ما برای انتخاب موضوع چند تا خواستگاه مهم داریم. خواستگاه اولمون که شاید بنیادی ترین و اصلی ترین خواستگاه ما برای انتخاب موضوع پژوهشمون باشه، مباحث نظری و نظریه هایی هستن که در عرصه کاری ما و تخصص ما وجود دارن. ببینید به هر حال تمامی پژوهش ها یک در واقع جایگاه مهمی، یک پایگاهی در اندیشه های تئوری و نظری دارن. یعنی اگر پژوهش ما مبتنی بر نظریه هایی که در عرصه روانشناسی و روانکاوی و روانپویشی وجود دارند به اونها مرتبط نشه و به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم اونها رو مد نظر خودش قرار نده، قاعدتاً خروجی کار ما خروجی چندان اثرگذار و پیشرویی در عرصه علم نخواهد. چون مهمترین جایی که ما در عرصه های علمی باهاشون سر و کار داریم بحث‌های نظری است و مباحث نظری تعیین کننده بسیاری از موارد و نکاتی هستن که ما به عنوان یک پژوهشگر و به عنوان یک آدم علمی و دانشگاهی باهاش سر و کار داریم. خب حالا وقتی که ما میخوایم سراغ این نظریه ها بریم، خب این نظریه ها محدوده هاشون معمولا مشخصه، به خصوص در سالهای اخیر که ما دیگه مدل های کلی و نظریه های کلی رو خیلی کمتر شاهدش هستیم و این نظریه های کلی که در رویکردهای روانشناسی و روانکاوی وجود دارند
اینا مربوط به همون دهه 1960 و 70 هستند یا حالا یه ذره این ور برترش که دیگه بعد از اونها ما تئوری های بزرگ نداریم. تئوری های بعدی به نوعی یا تکمیل کننده اون تئوری ها هستند یا فقط و فقط به بخش ها یا متغیرهایی از اون تئوری ها یا حالا مفاهیم جدیدی پرداختن و اونها رو پروروندن و به عنوان یک موضوع نظری در یک قالب مفاهیم مرتبط با هم دیگه که اینها میتونن تبیین کننده یک پدیده یا یک مفهوم یا یک متغیر باشن رو برای ما انجام دادن و مشخص کردن. ما حالا وقتی سراغ این نظریه ها میریم، خب به هر حال اون نظریه ها قالبشون حاصل تلاش های افراد در واقع نظریه پردازی هست که در اون عرصه علمی عمر خودشون رو صرف اون نظریه خودشون کردن و تدوین یک نظریه هم کار ساده ای نیست و معمولا عمر یک نفر، حالا حداقل یا چندین نفر، پشتوانه اون اندیشه ها و اون نظریه ها هستن. خب حالا ما وقتی سراغ نظریه ها میریم، هر نظریه یک مجموعه مفاهیمی رو، متغیرهایی رو مشخص کرده، اونها رو تعریف کرده، ارتباطات بین اونها رو به صورت نظری برای ما روشن کرد. یعنی مثلا وقتی راجع به ساختار ناهوشیار ما میریم سراغ نظریه ها و بررسی میکنیم، میبینیم که اونها اومدن گفتن این ساختار ناهوشیار اینه، عناصر تشکیل دهندش ایناست و این شکلی هم با هم دیگه رابطه داره. خب هر نظریه ارزشمندیش به قدرت تبیین کردنش تعیین میشه و سادگی نظریه. یعنی این اصل ایجاز که هر تئوری و هر نظریه باید به ساده ترین شکل ممکن پیچیده ترین پدیده ها رو برای ما تبیین بکنه رو ما باید توشون ببینیم و به همین دلیل هم هست که خیلی از نظریه ها رو وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم که تبییناشون انقدر روون و ساده است که شاید به نظر کار مهمی هم نیومده باشه که اون آدم ها انجام دادن، ولی این جزء شاخص ها و ملاک های ارزیابی کردن نظریه هاست. یعنی نظریه باید بتونه مفاهیم مربوط به خودش رو خوب تبیین بکنه و این تبیینش هم بر اساس اصل ایجاز باشه. خب حالا هر نظریه رو که ما سراغشون میریم میبینیم که این نظریه درسته که به اسم یک نفر ثبت شده در تاریخ علم، ولی واقعیتش اینه که اون نظریه محصول یک فرایند در واقع اندیشه‌ایه که قبل از اون افراد هم افراد دیگری به اون موضوع پرداختن و به شکل‌های مختلف هم پرداختن و حالا به مثلا اون صاحب اون نظریه که رسیده و ما اون نظریه رو به اسم اون فرد میشناسیم، به اینجا که رسیده این فرد تونسته اون مفاهیم رو به زبان امروزی، به زبان علمی، به زبان قابل ارزیابی و قابل اندازه‌گیری تبدیل کرده و نهایتاً اون تئوری به نام خودش ثبت شده. بنابراین نظریه ها به هم مرتبطن، همشون در واقع زمینه‌ای دارن تلاش میکنن که مفاهیم مربوط به مثلا روانکاوی و ناهوشیاری و بیماری ها و اختلال های روانی رو تبیین بکنن و بعد بر اساس این تبیین به ما یک چراغ راهی بدن که حالا ما از چه مسیری میتونیم حرکت بکنیم تا اون مفاهیم رو بتونیم به عنوان برای حالا هدفهای دیگه‌ای که داریم بتونیم دستکاریش بکنیم، کمش کنیم، زیادش کنیم و اصطلاحاً واریانسی درونش ایجاد بکنیم یا واریانسش رو کم کنیم یا افزایش بدیم یا ثابت نگهش داریم. این کاریه که معمولاً انجام میدیم. خب حالا وقتی ما وارد این نظریه ها میشیم، درسته که اون نظریه ها در فرمت خودشون قادرن اون مفاهیم رو تبیین کنن، با اصل ایجاز هم این کار رو میکنن، اما معمولاً یک تناقض هایی توی اون مفاهیم نظری معمولاً ایجاد میشه و این تناقض ها
اون خواستگاه مهمیه که ما میتونیم بهترین عناوین پژوهشی رو از دلش استخراج بکنیم. پس یک پژوهشگر قبل از اینکه عنوان پژوهشیش رو انتخاب بکنه، قبل از اینکه موضوع مقالش رو مشخص بکنه، قبل از اینها باید خیلی کارهای دیگه کرده باشه. یعنی باید بنیادهای نظری حوزه‌ای که بهش علاقه‌مند هست رو بررسی کرده باشه، مسلط باشه بهشون، اونها رو مطالعه کرده باشه، تبیین‌هایی که اونجا وجود داره اون تبیین‌ها رو به صورت دقیق و عمیق فهمیده باشه و بعد از دل فهم اون تبیین‌ها تناقض‌های احتمالی که در اون حوزه وجود دارد رو بتونه استخراج بکنه. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته و ما چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ این رو دیگه مثال‌ها شما میتونیم به اندازه بسیاری از پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام شده نام ببریم و مشخص بکنیم که چگونه میتونیم این تناقض‌ها رو مشخص بکنیم. ببینید مثلا میگم اگر ما بر اساس مبانی نظریه روانپویشی این رو داشته باشیم که خب اگر یک فردی نسبت به ساختار دیستراکشنی که درونش وجود داره آگاه بشه، این آگاهی باید تسهیل بکنه فرایند تجربه نوروسایکوبیولوژی اون احساس رو. اینو باید مثلا برای ما تسهیل بکنه. خب و مبانی نظری رو هم وقتی شما مطالعه میکنید میبینید بله اونجا هم همینو میگه دقیقاً همینه. اگر اینجوری بشه اینجوری بشه این به این ربط داره و اینو افزایش میده، اینو کاهش میده، اینو تسهیل میکنه، اینو سد میکنه مثلا، حالا به هر شکلی که هست. خب بعد ما میایم گزارش هایی رو که در مورد مثلا کیس های بالینی هست اونها رو مطالعه میکنیم یا خودمون به عنوان یک درمانگر اونها رو میریم بررسی میکنیم. بعد وقتی که بررسی کردیم میبینیم که این اتفاق نمیفته. یعنی اینکه در واقع آنچه که در مبانی نظری مشخص کردن و گفتن اگر اینجوری بشه اینجوری بشه این خروجیش خواهد بود، بعد ما اومدیم انجام دادیم میبینیم نمیشه. خب اینجا سوال پیش میاد یعنی چی؟ یعنی اون نظریه با تبیین هایی که از اون پدیده داره ما به یک در واقع موقعیتی میرسیم که توی اون موقعیت اون وقت اون اتفاقی که اون نظریه برای ما پیش بینی کرده رخ نمیده. بنابراین این پیش نیامدن یا رخ ندادن آنچه که اون نظریه برای ما تبیین کرده و پیش بینی کرده این باعث میشه که برای ما سوال پیش میاد که چرا این اتفاق افتاده و همین چرایی که چرا این آنچه که این نظریه گفته انجام میشود ولی به اون نتیجه‌ای که باید طبق اون نظریه رخ بده اتفاق نمیفته، این خودش میشه یک موضوع پژوهشی خیلی جالب و زیبا که بعد اگر به هر دلیلی ما بتوانیم این سوال رو بپرورونیم، براش تدارکی ببینیم، بعد براش بتونیم پژوهشی رو انجام بدیم، یافته های پژوهشی ما میتونه به تکمیل شدن اون نظریه، اصلاح اون نظریه و رشد اون نظریه کمک بکنه. پس ببینید پژوهش ها وقتی انجام میشن در واقع باید یک گره تئوری رو حل و فصل بکنن. حالا این یکی از اون خاستگاه هایی که دارم عرض میکنم. پژوهش ها کارهای دیگه هم میتونن انجام بدن، ولی یکی از ارزشمندترین پژوهش هایی که جاش خیلی خالیه در عرصه هایی که حداقل ما توش داریم کار میکنیم همین حوزه هاست و به همین دلیل این پژوهش هایی میشن که خروجیشون، نتایجشون بعداً میتونه به گسترش اون حوزه نظری، به گسترش اون علم و اصلاحی در اندیشه ها و نظریه های اون حوزه منجر بشه و این حوزه علمی رو یک در واقع گام به جلوتر و به سمت تکامل سوق بده و موضوع های مشخصی رو برای ما در بیاره. پس یک پژوهشگر برای اینکه عنوان پژوهشش، عنوان مقاله‌اش رو بتونه انتخاب بکنه، یکی از جاهایی که باید بره سراغشون حوزه‌های نظری. خب حالا در عرصه روانکاوی و روانپویشی با توجه به اینکه متغیرهایی که ما باهاشون سر و کار داریم
اینها متغیرهایی هستند که یه محدوده‌ای دارن. یعنی ما مثلا اصطلاحایی که در ادبیات روانپویشی و روانکاوی داریم رو اگر بیاین بررسیشون بکنیم، یعنی اصاره همه تئوری ها رو ما در بیاریم، میبینیم اینا در مورد یک مجموعه مشخصی از مفاهیم حرف میزنن. درسته که حالا ممکنه نظریه ها خیلی شاخ و برگ داشته باشن، خیلی طول و تفصیل داشته باشن، اما عامل ها و فاکتورهای اصلی که در هر کدوم از اون مبانی نظری ما میتونیم پیدا بکنیم و بهشون دست پیدا بکنیم معمولا یه تعداد مشخص و محدودی هستن. و همین هم شما وقتی نگاه میکنید میبینید که در تمایز بین اون نظریه ها نقش مهمی داره. خب مثلا شما یک مفهوم مقاومت رو، یک مفهوم مثلا روان رنجوری رو میبینید که هر کدوم از تئوریسین هایی که در عرصه روانکاوی و روانپویشی هستند به این مفهوم پرداختن و بعد بر اساس این پرداختی که به اون مفهوم انجام دادن اون وقت یک تعریف جدید، یک کار جدیدتر، یک اصلاحی نسبت به آنچه که در گذشته وجود داشته انجام دادن. که شما این رو در مورد بعضی از تئوریسین ها در مورد خودشون هم میبینیم. مثلا میگیم ساختار روان انسان از نگاه فروید اول این بود، بعد فروید اینو تغییرش داد. یعنی از اون مدل مثلا اون اولیه‌ای که مطرح کرده بود خودش بر اساس پژوهش‌هایی که انجام داد، پیشبردی، مطالعاتی که کرد، تجربه‌هایی که با بیماراش داشت، نهایتاً یه تغییراتی رو توش ایجاد کرد. مثلا تعریف اضطرابی که فروید در ابتدا مطرح کرد یه چیز بود، اون چیزی که در فروید متأخر ما می‌بینیم یک تعریف جدیدتر است. حالا این کار رو بعضی‌ها خودشون انجام میدن و بعضی‌ها نظریه پردازان دیگری میان و این عرصه ها رو تغییر میدن، اصلاح میکنن و یا به طریقی یک گامی به جلو میبرنش. که خب حالا بعضی از این مفاهیم هم محکوم به فنا هستن. یعنی از یه جایی به بعد به دلیل اینکه بنیادهای نظری محکمی پشت اون مفاهیم وجود نداره، از یه جایی به بعد از عرصه علم خارج میشن. به همین دلیله که میگیم در عرصه علم با کسی تعارف ندارن، با کسی رو دربایستی ندارن. اگر یه مفهومی قدرت تبیین کنندگی رو به اون شکل و شمایلی که باید داشته باشه نداشته باشه، کنار گذاشته میشه و این میتونه توسط خود اون نظریه پرداز باشه یا میتونه توسط دیگرانی باشه که بعد از اون میان و به اون عرصه ها میپردازن. به همین دلیل هم هست که من همیشه خدمتتون عرض میکنم که آن نظریه هایی که اینجا و اکنون هنوز در روانشناسی وجود دارن، در روانکاوی وجود دارن و دارن در واقع هنوز روشون بحث میشه، یعنی ریشه دارن، یعنی اون مفاهیم مهمی هن، اون رویکردها کارایی دارن و هنوز زور علم نرسیده که به جرم این که اونها دیگه به درد نمیخورن و کافی نیستن برای تبیین کردن اونها رو حذف کنه و اونها رو بخواد در واقع از دایره اصطلاحات و مبانی نظری اون عرصه خارج کنه. پس یک پژوهشگر حرفه‌ای، یک مقاله نویس خوب قبل از اینکه این کار رو انجام بده باید تئوری ها رو خوب بلد باشه، ساختار منسجم ذهنی و نظری داشته باشه درباره اون عرصه‌ای که بهش علاقه‌منده و داره توش کار میکنه. و این انسجام و ساختار نظری که ما بر اساس این مبانی نظری در ذهنمون داریم وقت بعداً کار ما رو تسهیل میکنه و سوالها، ایرادها، تناقضها اینجوری خیلی راحت‌تر به چشممون میاد. خب بنابراین ما برای انجام دادن پژوهش‌ها خیلی لازم نیست کارهای جدیدی انجام بدیم. اینکه بعضی از عزیزان فکر میکنن که من میخوام یه کار خیلی نوعی انجام بدم، یه کار نو انجام دادن در عرصه علم به این سادگی ها نیست. بنابراین بهتره به جای اینکه یه کار نو انجام بدیم کارهای کهنه رو بریم ایراداشو پیدا بکنیم، بازنویسی بکنیم و بخوایم اونها رو یه تغییراتی
توشون ایجاد بکنیم که اون تغییرات بتونه در اینجا و اکنون به کار ما تو عرصه تخصصمون کمک بیشتری. خب این اولین خاستگاهمون. خاستگاه بعدیمون در انتخاب کردن عنوان پژوهش و عنوان مقالمون، پژوهش هایی که پیش از ما در این زمینه انجام شده. یعنی شما مثلا فرض کنید به حوزه اضطراب علاقه‌مندین، به حوزه هایی از این، حالا تو این اصطلاح ها مثلا اینکه مکانیزم های دفاعی چی هستند، اینکه تجربه احساس ها در واقع به چه شکلی هستن، چگونه میشه اونا رو تسهیلشون کرد، بعد اینکه هر کدوم از این مفاهیم رو ما مثلا تصمیم میگیریم که ما میخوایم روی این حوزه پژوهش انجام بدیم. این کار معمولا کار نرم‌تریه. یعنی اون خاستگاه اول که مبانی نظری بود گفتم، خب آدما خیلی کمتر میرن سراغش و دلیلش هم مشخصه، چون سر و کله زدن دو تئوری ها و مبانی نظری ها خب خیلی مقدمات زیادی رو نیاز داره. اما وقتی شما مثلا تصمیم گرفتید در مورد افسردگی، اضطراب یا انواع اختلال ها یا انواع تکنیک هایی که در روش های مثلا درمانی استفاده میکنید، مثلا به یه تکنیکی یا چند تا تکنیک علاقه‌مندی، چند تا مفهوم علاقه‌مندی، بعد از اینکه علاقه‌مندیتون رو مشخص میکنید، علاقه‌مندی یا نه عنوان، علاقه‌مندیتون رو مشخص کردین، گام بعدی اینه که میرید سراغ یه سری از مجله هایی که در این حوزه مقاله هایی رو چاپ کردن. اون مقاله ها رو بر اساس واژه های کلیدی که شما انتخاب کردید میرید سرچ میکنید، پیدا میکنید و عنوان هاشون رو میخونید. اگر عنوان هاشون یه ذره براتون جذابیت داشت، چکیده هاشو مطالعه میکنید. حالا اگر خیلی دیگه مثلا به کارتون، به بحث‌های نظریتون، به علاقه‌مندیتون خیلی نزدیک بود، میتونید حالا یه ذره مقاله رو مفصل‌تر هم بخونید. اینها رو وقتی مطالعه میکنیم در واقع به این سوال پاسخ میدیم که خب حالا این موضوعی که من بهش علاقه‌مندم، فقط من که بهش علاقه‌مند نبودم، توی دنیای روانکاوی قطعا قبل از من هم کسانی بودن که به این حوزه علاقه‌مند بودن. بنابراین من برم بگردم ببینم دیگرانی که به اینها علاقه‌مند بودن کارهایی رو انجام دادن. اولا چه کارهایی رو انجام دادن، یعنی اون متغیرها رو چگونه بررسی کردن، و دوم اینکه چگونه این بررسی رو انجام دادن. اینکه بررسی که انجام دادن مثلا آزمایشی بوده، روش تحقیقشون، نمونه هاشون، اینها به چه شکلی بوده، اینا بعداً تو مراحل بعدی کار میتونه برای ما خیلی الهام بخش باشه که کمک بکنه که ما حداقل اشکال هایی که دیگران در مسیر تحقیقشون داشتن یا محدودیت هایی که داشتن، ما اونها رو دوباره تکرار نکنیم و این اتفاق بیفته. خب بنابراین وقتی ما این کار رو انجام میدیم، حالا چند تا حالت ممکن اتفاق بیفته. یعنی شما یه موضوعی بهش علاقه‌مند بودین، بعد میرید نگاه میکنید، میبینید انقدر روی این موضوع کار شده، شما جواب هر سوالی رو که در این حوزه داشتین رو میتونید با خوندن اون پژوهش‌ها و مقاله‌ها و حالا آثاری که حاصل از اون پژوهش‌ها بوده، اینها رو به دست بیارید و بنابراین دیگه جایی برای پژوهش جدید ممکنه باقی نمونه. حالت بعدیش اینه که خب ما میریم بررسی میکنیم، مثلا میبینیم که خب همشون روش‌های پژوهشیشون ممکنه یه ایرادایی داشته باشه. مثلا نمونه هاشون، نمیدونم، محدودیت هایی که توی کارشون داشتن، ابزارهایی که برای سنجششون داشتن، و بعد بر اساس اون اشکال هایی که اون کارها داشتن ما میایم پژوهشی رو تدارک میبینیم که اون اشکال ها رو دیگه نداشته باشه یا بتونه اون اشکال ها رو برطرف بکنه، اونها رو مثلا یک راه حلی براشون پیدا بکنه. بنابراین کار ما در امتداد همون پژوهش‌هایی میشه که دیگران انجام دادن و با یک موضوع حالا جدیدتر، حالا یا یک اشکالی رو از اونها میخوایم رفع کنیم یا یک روش جدیدی رو میخوایم براش تدارک ببینیم، یک ابزار جدیدی میخوایم براش مشخص بکنیم و اون رو یا ابزاری تهیه بکنیم و به این شکل ما به یک موضوع پژوهشی
خوبی میرسیم که هم یک سابقه مشخصی رو براش رصد کردیم و پیدا کردیم و همین که اگر پژوهش ما به هر نتیجه‌ای برسه مثل یه تیکه پازلی میمونه که در کنار پژوهش‌های قبلی میتونه قرار بگیره و بعد بر اساس اونها ما میتونیم اون رو پیش ببریم. خب اینم خاستگاه دوممون هست که ما میتونیم عنوانمون رو و موضوع پژوهشمون رو ازش انتخاب بکنیم